بازیتان نتا درونتان، بازیتان نتا شیطان ما، بازیتان نتا نفس خدا میبخشه. کی گفته که نمیبخشه؟ اگر بخشش خدا نباشه خب ما بوی میگرفتیم مال وقت زنده مسخ خوک و سک میشدیم. ولی بخشش خداست که تو میگردی با گناهی کردی. این بخشش خدا هست که تو گناه هم کردی و میگردی. ما گناه کردیم و سر منبر جناب محمد مصطفی بر آمده نشستیم میگم قال رسول الله. اگر من الله میگرفت دمی منبر مسخ میکرد. این خو فضلش هست، این گرفتش نیست، این رحمتش است، این مهربانیش است. در همی آیه برات میگه کسی که گناه کرد او را دوزخ داخل میکنم و له عذاب مهین، برای این خبیث رذیل عذاب خار کننده است. ای الله آمین بگوید، ما را از اون مردم نساز. دیگه نمیگه گپ توبه ریج نمیزنه، فکرتونو بگیرید. هر کس گناه کرد دوزخش میبرم، ولی باز دیگه جای کار آسان میکنه.